امروز اسباب کشی داشتم و رفتم که کیفمو بردارم و بذارم داخل صندوق عقب ماشینم. کیفمو گذاشتم داخل صندوق عقب ماشین و رفتم دنبال فریزبی، چون فریزبی رو خیلی دوست دارم و باهاش بازی میکنم. برداشتم و رفتم بذارم داخل صندوق عقب ماشین. وقتی رفتم بذارم دیدم که کیفم نیست. این واسم عجیب بود. اهمیتی ندارم و فریزبی رو گذاشتم داخل ماشین. بعدش رفتم که بولینگم رو بردارم، چون بولینگم خیلی دوست دارم و باهاش بازی میکنم. بولینگ رو برداشتم و ببرم که بذارم داخل صندوق عقب ماشین. وقتی گذاشتم دیدم فریزبی هم نبود. این واسم عجیب بود. فهمیدم یه کاسه زیر نیم کاسه است. اینجا دارم دید میزدم که ببینم کار کیه. ایشون داداش بنده هستم.